تا حالا فکر کردی ثروت چقدر میتونه بهت قدرت بده؟ چه حسی داری که هر چیزی رو که بخوای داشته باشی؟ ثروت فقط پول نیست، ثروت یعنی آزادی، یعنی حق انتخاب برای زندگی بهتر، سفری بدون استرس و آینده‌ای که خودت طراحی می‌کنی. اما چه عاداتی ما رو به این ثروت میرسونه؟ اینجا 10 عادتی که ثروتمندا دارن رو بررسی می‌کنیم و همین اول 3 تا از مهمتریناش رو بهت میگم. پس تا آخر ویدیو بمون تا همه این عادات رو یاد بگیری. عادت اول، مدیریت زمان. زمان مهمترین سرمایه ماست. افراد ثروتمند میدونن چطور هر لحظه از وقتشون رو برنامه‌ریزی کنن. مدیریت زمان یعنی به موقع بودن و تمرکز روی کارهایی که بیشترین بازده رو دارن. عادت دوم، سرمایه گذاری در خود. هر روز یک چیز جدید یاد بگیر. مهم نیست چه رشته‌ای، اما دانش قدرته. بهترین سرمایه گذاری روی خودت و مهارت هاست. عادت سوم، پسنداز و سرمایه گذاری هوشمند. فقط خرج نکن، هر بار که درآمد داری بخشی از اون رو برای آینده کنار بذار و بخشی دیگر رو سرمایه گذاری کن. اگه این نکات تا الان برات جالب بوده، همین الان لایک کن تا بهت نشون بدم چطور این عادات رو به کار بگیری و به موفقیت برسی. عادت چهارم، شبکه سازی قوی. ثروتمندان میدونن که ارتباط قوی کلید موفقیته. افرادی که باشون ارتباط داری تأثیر زیادی روی آیندت دارن. پس با آدم‌های حسابی و موفق رفت و آمد کن و ارتباط داشته باش. عادت پنجم، انضباط مالی. هر خریدی رو با دقت انجام بده. انضباط مالی یعنی تفاوت بین خریدن چیزی که واقعا نیاز داری و چیزی که دوست داری داشته باشی. تا اینجا کلی عادت کاربردی رو یاد گرفتی، ولی هنوز چند تا از مهمترین عاداتی که تو رو به سمت ثروت میبره مونده. پس اگه هنوز عضو کانال نشدی، الان دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو فعال کن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. بریم سراغ عادت ششم، پذیرش ریسک های حساب شده. افراد ثروتمند ریسک میکنن، اما نه بدون برنامه. هر تصمیمی که میگیرن با تحلیل دقیق انجام میشه. پس بیگدار به آب نزنید. عادت هفتم، یادگیری مداوم. موفقیت به یادگیری هر روزه بستگی داره. افراد ثروتمند هیچ وقت دست از یادگیری نمیکشن. عادت هشتم، سلامت جسمانی و ذهنی. سلامت سرمایه اصلی هر فرده. بدون سلامتی هیچ ثروتی ارزش نداره. پس برنامه ریزی برای ورزش و استراحت ضروریه. عادت نهم، خلاقیت و نوآوری. افراد ثروتمند همیشه به دنبال راه‌های جدید و خلاقانه برای کسب درآمد هستند. اونها از تغییر نمی‌ترسن. خب بریم سراغ عادت دهم، شکرگزاری و توجه به دیگران. ثروتمندان برای کمک به دیگران و شکرگزاری برای داشته‌هاشون اهمیت زیادی قائل میشن. حالا بذار چند تا سوال از شما بپرسم. به نظرت کدوم یکی از این عادات مهمتره؟ کدوم رو فکر میکنی باید زودتر شروع کنی؟ آیا تو هم تا حالا از یکی از این عادات استفاده کردی که برات نتیجه داده باشه؟ اگه آره، چطور؟ فکر میکنی چه عادتهای دیگه‌ای هست که افراد موفق دارن و ما نگفتیم؟ جوابات رو توی کامنت با ما و بقیه مخاطبان به اشتراک بذار تا همه با هم از تجربیات همدیگه استفاده کنیم. بی‌صبرانه منتظریم که ببینیم چه ایده ها و تجربیاتی دارین و اگه هنوز عضو کانال نشدی، همین الان کانال رو ساب کن تا ویدیوهای بعدی ها از دست ندی. روز و روزگار خوش.